سلام بچه ها، من عرفانم. اومدیم 10 تا از بهترین بازی های روبلاکس رو برای شما عزیزان معرفی کنم. خب بریم سراغش. خب بچه ها، اولین بازی این بازیه که مثلا میتونی مثلا همینجوری دوستاتو بگیری پرت کنی اونجا، میتونی خونه بگیری مثلا، نمیدونم دیگه. بازی خیلی خوبیه. شماره 10. شماره 9 اسکوید گیم. بچه ها همه تون شاید این بازی رو کرده باشید یا اصلا فیلمش رو دیدید دیگه، خودتون قضیه رو میدونید. واسه اونایی که هم نمیدونن دیگه فیلم اسکوید گیم رو ببینن. شماره 8 گورو گاردن. بچه ها این بازی مثلا شما یه دونه کشاورزید، میتونید اینا دیگه بخرید، مثلا چیز بکارید، مثلا خیار اینا میتونی بفروشی، مثلا میتونی پول به بقیه بدی، میتونی میوه بکاری و اینا. شماره 7 پتس ورسس برین راد. بچه ها این گورو گاردن تازه بازی اول این بود، جاندال بچه ها. و این پتس ورسس برین راد بازی دومشه، چون همون بازی به نام استیل برین راد اونو شکست داده توی مسابقه، بعد اون تصمیم گرفت بازی دوم بسازه. یعنی شما یه بازی به زامبی بود، باید شما گل میکاشید و اینا بمب پرتاب میکردید به زامبیا. حالا این شکلیه. و هفتمیه موردر مایستری 2. یه بازی قاتل بچه ها. مثلا شانسی یکی شهروند مثل مافیا، یکی مثلا شهروند میشه، یکی قاتل و یکی پلیس. قاتل باید یواشکی با چاقو بقیه رو بکشه، پلیس هم میدونه تفنگ داره، شهروندم باید قایم بشه. بازی دورس. بچه ها این بازی مثلا یه چند تا در مثلا میتونید باز کنید، داخلش مثلا شاید یه هیولا باشه بیاد شما رو بزنه، شما باید قایم بشید. حالا باحاله. بازی بعدی بازی ستیل برین راد. بچه ها مثلا چند تا این میشه، یه چند تا مثلا پد میاد مثل توم سار میم های ایتالیایی اینا، تو باید مثلا بخریش اینا. گفتن دیگه ستیل برین راد یعنی دزدی میم های ایتالیایی. بچه این